حرکت نقلیات توسط یگانه شاهراهی که مرکز را با شمال تاجیکستان می‌پیوندد از شب 12 فوریه باز داشته شد. بنابر ترم فرایی زیاد، مسئولان نگاهوبین راه در تازه کردن آن دشواری می‌کشند. رانندگان ماشین‌های باربر منتظر باز شدن راهند. تاکسی‌های بین شهری نیز همراه مسافران درماندند. آنهایی که باوری ندارند راه به زودی باز می‌شود، به پایتخت برمیگردند. ولی راننده ها و مسافرانی که کاری عاجل دارند و باید خود را تا شمال کشور برسانند انتظار باز شدن راه هستند. از آب این ماشینا هم سرالکا و بنزینشو خلاص شده زوادید کان کار فردن یورا خیلی نکشده داریم که یکی باوش کنن این ساعت دوی میشه و ساعت گفته وعده دایستان 8 ساعت امیرا دایستودگی راه میگن محکمه اینجا دایستودگی مقصد چکور هیچی اگر مقصد راه هوی شوه میریم راه هوی نشه برات نراه گشته میریم اکجون ما از کلوب هستیم و باید فدراسیون روسیه دانشجو هستیم اومده در راه موندگیم امکانیت نیست که ما مقصد با خودجان رویم و با واسطه هواپیما یعنی که ما پرواز کنیم ما در اینجا موندگیم من فکر میکنم که بلیط ما میسوزه ای من خورا اومدم نمیتونم رفته همش از زنجیر زدم اسپید نکردم نتونست برم. مقامات میگویند خدمات راه تازه‌کنی به طور شبانه روزی فعالیت میبرد، اما از سبب ترمفرایی از حد بیش در منطقه های بلندکو پیشگویی کردن آنکه راه کی باز خواهد شد مشکل است. نجات دهندگان میگویند وضعیت در این راه تا رفت خطرناک می شود و ساکنان باید در این روزها از سفر طریق این شاهراه خودداری کنند. Неоднократно обращаясь к населению Республики Таджикистан через различные СМИ, это СМИ, отечественные СМИ и зарубежные СМИ, это и радио, и телевидение, и сайты. خارجی و سامانه‌های اینترنتی به اهالی هشدار دادیم که هوا روزهای 13 و 14 فوریه نامساعد می شود، اما متاسفانه نه همه به حرفهای ما گوش میکنند. К сожалению, не все к этому прислушиваются и выполняют наши рекомендации. سال گذشته برف تقریبا نبارید، اما در سال 2017 در شهرهای دوشنبه چناق چند صد ترمه فرآمده باعث به هلاکت 21 نفر شد. جستجوی بعضی جسدها تا چند ماه طول کشید.